Ana برادرای عزیز ما اهل گروه آمدیم با کوه احد با کوه احد آمدیم که انشاءالله از این جمله را فایرود میکنیم درباره تاریخ یعنی کوه احد معلومات میتیا انشاءالله همه کسا گوش میکنیم میفهمونه میکنن جنگ سر میشوه یکم همه بود پرستا شکست میخورن عقب میرن مسلمانا چیکار میکنن پیش حرکت میکنن وقتی که مسلمان پیش حرکت میکنن همین 50 آدم که نایزدن همه جا حبیب خدا موندگی با حبیب خدا گو ما میبریم غلبه میکنیم یا بای میکنیم شما ایجاتون نجنبین چیکاری که همین روز حبیب خدا میگه علیه الصلوة و السلام پیش از قوم دستتون بشورین وقتی که میخرین بسم الله بگین قوم میرین بسم الله میگه نمازاتون بخونین گناه نکنین همینجا هم همه را گفت که نجنبین وقتی که صحابه میبینن که صحابه دیگه پیش رفتیسن و همون چیزی که ای کافرو میمونه کسی که غلبه کرد همون یه ترافی میگن رو صفتی خشونده میگیرن همین 50 آدم فکر میکنه خیلی تمام کوه یا ما بریم جنگ کنیم یگان چی ما بمونه مودا مال دنیا همین مال دنیا امت کشتگیه ای همون وقت تو همین روزا کو همین مال دنیا رو اهمیت بدین چی فتنه نمیوره همین 50 کس میخمه 10 کسای 8 کسای میمونه دیگه روش میره خالد ابن ولید که پیش مسلمان نبود بعد صحابه بهترین شد وقتی که میبینه که همه میآیند گرگردان میاد ایاقیب همین در کس میکشه ایاقیب مسلمانا را کشته فرسته میره مسلمانا پیش رفتیسم ایاقیب رو خواهیسته چی باشه گمی پیغمبر علیه السلام تو کردن هر کردن بالو گرفتاش بالایی که بسیاری صحابه 70 صحابه میگه شهید امیر حمزه امکی پیغمبرمون علیه السلام در همین غزوات شهید شد امیر حمزه را حبیب خدا علیه السلام خیلی دوست می‌داشت مثال برای دین پیغمبر علیه السلام شکست وزبین بود بعد وقتی که همین کارو سر میشون همه این ساعت پیش میروند قوادنش که پیغمبر کشتن صحابه کشتن با گم میکنن کمتر بالاتر اون طرف با کی هست وقتی که صحابه اکید میروند گیر میکنن پیغمبر نگاه میکنن و اون طرف بالاتر کمتر دوره و یک دیگه غوری هست همین غور پیغمبر میدروه در همون غور میگه که دندون پیغمبر شکست کرد پیغمبر در دندونش در همین روش جراحت خون روما خون ریخت در همون غور ای پیغمبر خدا علیه السلام ای روی که صحابه گوش نکردن امروز وقتی ما و شما هم گوش نمیکنیم گناه میکنیم اگر پیغمبر خدا علیه السلام روی کم میکنه سیق میشه ما باید کوشش کنیم که همین روز در عبادت و در طاعت باشیم و تحرمات باشیم وقتی که بر آمدن پیغمبر خدا علیه السلام گفت صحابه را که شما عبادت کنید نیزه بزنید دور کنید کافرها را وقتی که کافرها دیدن خدا دقیق شد قرص اندو بسیار بودن اکتیو گشتن در همین بسیار شهیدان صحابان باز ما میریم و خیلی برویم همین کار نگاه میکنیم و جای میریم که 70 صحابه مع امیر المؤمنین حمزه امکی پیغمبر علیه السلام گور کردگی نمزه یک کودیا و برای خودی مرمیه و نشنه محمد بگیره الحمدلله گروه ما را هم یک گروه کلان هستید و دو قسم جدا شدگیم یک قسم 45 نفر اینجا آمدگی ایلو و با یک مرشروط دیگه در یک قسم دیگه من با دیگه افتاب زند خلاصه شاید بسیارات اونگن برای چی مثال نیست پیاده ما بر آمدن نیست پیده اینجا باز جای شهیده زیارت جای شهیده انشاءالله میریم اونجا یک قرآن تلاوت میکنیم یک دعا و درود میکنیم اکه بر آمدن و نبر آمدنش مهم نیست مهم جای تاریخ اسلام جایی که صحابه های اسلام برای پهن کردن دین مقدس اسلام جان دادن جان باختن مهم همون جا را دیدن است باز یک جایز هستیم که تاریخ انسان همین جا سرزدگیه همین جای زیارتگاهی که همین جا هست همین خدا علیه السلام
صحابه‌ای که دوستشون می‌داشت و صحابه‌ای که حبیب خدا را علیه السلام از جانشون بسیار دوست می‌داشتند در همین جان دادگی‌اند. 70 صحابه شهید همینجا گذشتگی‌اند. سید الشهدا که امیر حمزه امتی پیغمبرمون علیه السلام وقتی که از دنیا گذشتن شما چه فکر می‌کنید گریه نمی‌کرد غم نخورد آدم نزدیکترین بدیلش یکی از آدم‌های نزدیکترین امتیش بود که خیلی دستگیریش کردگیه در همین جان دادگیه همینجا شهید شدگیه یک جای انشالله حاضر یک سوره فاتحه رو میخونیم 3 بار سوره اخلاص میخونیم بر روح همین شهیدا میبخشیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم تقبل هذا الزفيرات يا الرحمن يا الرحيم آمين أعطي تواضع لروح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه وإلى يوم الدين وخصوصا للشهداء هذا المكان يا رب العالمين اللهم ارحمنا يا رب العالمين يا رب العالمين ذنوبنا اللهم ادخلنا جنة الفردوس بالسلام آمنين اللهم لا تحرمنا رحمتك يا رب العالمين پروردگارم يا رب وای ما را به دربار توبه فرما برای که ما خواندیم الحمد سبب تو شوق برای پیغمبر علیه السلام و همه صحابه و خصوصا به شهدایی که در همین هست پروردگار بخشیدیم همه گذشتگان ما آمین جنت بدردان و ما را زیارت ما را به درگاه قبول کن یا رب العالمین آمین بخش یا رحمان یا رحیم همه فرزند های مورد کنه پیش یا حی یا قیوم همه گذشتگان مختلف جنت یا رب العالمین وطن مورد کنه پیش کن از همه بالا و از همه روی بعد یا رب العالمین فیض برکت بر ما تو یا رب غریبو ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين برای غریبایی که دور از وطنن علال خصوص ملت تاجیک برای ملت تاجیک پروردگارم قربانشون سبک بگردان آمین قربانشون نگاه دار همه بالا و همه آدمای بعد پروردگارم فیض برکت قربانشون مغایلانشون بریزان یا رب العالمین برحمتك یا ارحم الراحمین آمین اینجا همه قبرستانه که در اینجا تمامی همه شهیدایی که در جنگ احد خاک شدن وفات کردن این کوی احد خدای جمعه ناروز در بین ما یک برادر تتر زبان است تتر این برادر پیتر همراه من آمده سلام علیکم و علیکم السلام این نگاه کنه که را بلد برای همین یک نفر شده با زبان روسی میفهمونه انشاءالله. Внимание обратите, вот здесь у нас похоронили 70 шахидов. Он является... دیگه همه تاجیک زبانه. Он является тем, который поддерживал пророка алейхиссалам. Вот в этом месте из-за того, что мусульмане ослушались, мученики, которые ослушались пророка алейхиссалама, неверующие, они напали на мусульман сзади. И много мусульман умерло. Из-за чего? Потому что ослушались пророка Мухаммада алейхиссалам. Сегодня мы тоже, когда ослушиваемся повеление пророка, алейхиссалату, эти беды сегодня нас также и касаются. И теперь из-за того, что они ослушались, пророк, алейхиссалату, ранили в зуб. Амир Хамза находится здесь. За этим что برادرو در بین ما یک تا زبان روسی مثال زبان تتر زبان روسی قطعی مثال را بلد با یا فهمونده در علاقه دیگه همه من تاجیکن الحمدلله همه تاجیکن مثال دیگه با تاجیکی گپ میزنه اگر زبان ازبکی مثال برادرای ازبک زبان هم باشن ازبکی هم گپ میزنن با زبان عربی قطعی خوب گپ میزنن بسیار زبان عربی خوب ایده همین عربی را میدونید همین زبان دانستن خوب ای برادرها آموزیم باور کنه همین زبان دانی جهان دانی بهوده نگفته بدین همین گپا این مردک خوب
میگم خارجان همه زباندونی رو برای زباندونی گل سرده خدا دعا کردی با خواب کرد میگم بهوده نگفتی انده همه زباندونی جهاندونی حقیقتا نمیخواد بو وقتی که میو گام نزد بو بسیار شد یو میدون ما نمیدونی همه عربو عربو رو میپرسیم همین بو بسیار جای تاریخی که ما مهم دونیستونش همین بو میفهمیم و سنتره انشالله الله درست کنه خوریم خدمت کردی انشالله که عادی شما انشالله ما خدمت کنیم تو Welcome Rasulullah. Stay show. انشالله Много сидите там, теперь надо. теперь надо, да? Вот. Поэтому молодым надо научиться, да? Да, Мы только что про это разговаривали. да. Надо самый главный языком. Да. Языком надо, да? Да. Ну не только русский, смотри, у него узбекский язык знает, и арабский, и русский. Нет, даже не персонально. Да, для нас тоже. Вот спрашивает у арабов, место, который и даже об этом не знаю, но арабы сами знают, если здесь знают, они еще объясняют ему, и он тоже нам объясняет. برادر در کی بود سی ام بالا برآمدن بله ام بالا برآمدن من خوانده بودم و فهمیده بودم که مثال همینجا خون شهیدا ریختگی چندین صحابه هایی که مثال در راه اسلام جان دادن در همینجا برآمدن همینجا و مثال بعضی ها با میبرن در همون بلندی مثال نماز میخوانن بعضی با هسته با گروه هایی که میبیان همینجا با شرک انجام میتین خاک هم میگیرن قدشان سنگ میگیرن قدشان همین چیز درست نیست تنها دعا میکنی آیه قرآن میخونی میبخشی تمام بعد صلوات رو میکنی به پیامبر به اول اصحابش به صحابه ها تمام همین کنه همینجا مثال بس بسیاری هستن چیکار میکنن همین جایی که نایز از آنها بودن صحابه میرن همینجا میروین سنگ میگیرن یا خاک میگیرن مثلا یا نماز میخوانن این کار نادرسته همینجا برآمدن خودش خوب نیست برای که در همین کار مثال بسیار صحابه خودشون ریختگی تو مثال بالای خودشون احترام میگردی ترک آداب بهتره نیست که میتونی نگاه کنی دعا کنی بخیزیم برید یعنی آیه قرآن میخونی بعضی ها همینجا میبیان خاک میگیرن قدشان سنگ میگیرن درست نیست بله شرک میشه علاقه راست میگی بعضی ها نمیدونن همین چیزا خوب شد که فهموندی مقصد نه برادرها خوبترش نبرویم بالای همین کوه احد بعضی ها یا برآمدین هم یکم شرک انجام ندین اون سنگ نگیرین خطیتون خاک نگیرین نفرورین همونجا مقصد یکم شرک داد شرک نکنین ده یکم عمل شرکی انجام ندین الله را هزار با شکرانه میکنم که الله ما بنده های پرگناه خودش لایق دید و قدم را انجام میکنیم در این مکان های مقدس دعا میکنیم نماز میخونیم الله دعاها و نمازهای میخواندگی ما را به درگاهش قبول کنه برای تمام مردم غریب و علل خصوص مردم مسلمان تاجیکستان انشاءالله که دعا میکنیم همه وقت و دعایم انشاءالله در هر نماز و هر یک جایی که سیر سیاحت میکنیم انشاءالله که ما برادر و خواهرها را فراموش نمیکنیم انشاءالله که همراه برادران نیستش بالای همون کوه برآمدن ما نبرآمدیم راستیگه میدونم برای چی نبرآمدم اینه بعد در ویدیو عدل نخدم میگو اینجا هم خارجان افهمون با الله عمرت زیاده کنه خدمت کردی برای مردم بله حتما دعا میکنه وار کنه یکم اینجا همه گروپ ها هست یکم راه بلد خیلی
نمیفهمونم اهلی گروه نمیدونم بیا بیا خلو اداتر بیا این اداتر بیا شما را نگاه دارن